صحف ابراهیم علیه السلام انزلت لیلة اول شهر رمضان. 4 کتاب نازل شده، تورات، انجیل، زبور، فرقان. بغیر این در دیگر پیغمبرها صحیفه ها نازل شده است. صحیفه هایی که به حضرت ابراهیم نازل شد در اول 1 روز ماه رمضان بود. و تورات ل6 لیال من رمضان، تورات در 6 شب رمضان نازل شد بعد 700 عام، بعد 700 سال از صحف ابراهیم. و زبور ل12 لیلة، در شب 12 از ماه شریف رمضان نازل شد بعد تورات و 500 سال. و انجیل ل18 منه، انجیل در شب 18 ماه شریف رمضان نازل شد بعد زبور ب1200 سنه، به 1200 سال پس. و الفرقان ل27، قرآن در شب 27 نازل شد بعد انجیل ب620 سنه، به 620 سال پس فرقان نازل شد. همه این کتاب های آسمانی هم شرافت ماه شریف رمضان است که در ماه شریف رمضان نازل شدگی هستند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، عبدالله ابن عباس شاه مفسرا، صحابه گرامی قدر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، از جناب پیغمبر حدیثی روایت کرد که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول لو تعلم امتی ما فی رمضان لتمنوا ان تکون سنة كلها رمضان. اگر امتی من میدانیست اون اجر ثواب هایی که در ماه شریف رمضان است، اگر امتی من میفهمید، اگر امتی من با چشم میدید، اگر امتی من میدانیست اون اجر ثواب هایی که در ماه شریف رمضان است، اون عفو و بخششی که از جانب خداوند برای روزدار است، لتمنوا، البته که آرزو میکردن، تمنا میکردن امتی من که کاش که خداوند همه ساله بر روزه امر میکرد، کاش که تمام سال ما روزدار میشیدیم، از فضل پروردگار برخوردار میشیدیم.